حضرت سعدی مردم دوست میگویند سهل است لعلی بدخشان شکست، شکستن نشاید دیگر باره بست. چون که در تراژدی شکسپیر اتیلا خود با ورود شدن به خوابگاه آن محبوبی بخبر و بیگناه گفت بگذار اول شمع اتاق را بکشم، زیرا اگر این خاموشی خطا باشد بار دیگر با یک آتش زدن روشن خواهد شد. اما اگر شمع این وجود نازنین را با خیال ناجا و انگیزی شوم خاموش کنم، کجاست آن آتش حیات آفرین الهی که بار دیگر فروغ چشمهایش را به دو بازگرداند. داستان اتیلا آینه عبرت است که شکسپیر در پیش روی همه آدمیان نهاد تا برحذر باشند از کشتن شمع امید یک انسان و از آن پشیمانی سوزان و بی‌جبران که هر دم از ژرفای یک اشتباه ما امیدی و یا شعله امیدی یک انسان را خاموش میکنیم که این هم برابر یک مرگ تدریجی به یک انسان است. به همین خاطر مواظب همدیگر باشیم تا اینکه شمع امید کسی را خاموش نکنیم.